این چند سال درگیرشی های کاظمیایی؟ 25 سال دستشون شده. 25 ساله؟ از شما دل شدید در مباحث شروع شد. بله. دکترای عمومی تشخیص ندادن، مسکن میدادن، دارو میدادن، میزن برو. ما که خودت داشتن جوان بودن همجور راه میرفتن. بعد یک هفته دیگه همجوری میشه. خب بمرور همجوری قدار زد بیرون. بعد که کلیه درک میکرد رو نکرد. یه قرصی بود، پروچستین بود، آلپرینول بود. بله. اونا رو که دکتر به ما نداد. همین دیگه شاید هم دیگه بعد سکته قلبی کردم. بعد گرفتای دیگه دیابت گرفتم. بعد اون موقع چند وقته نمیتونی راه بری به خاطر این موضوع؟ من حداقل 10 سال دیگه درگیرم، مثلا 20 سال ایران میرم. چند سالته آقای کاظمیا؟ من 48 سال. 48 سال. آقای 48 ساله با نقرس میرفتم. شدید که وضعیت پاهاش رو میبینید به این روز افتاد. نه وضعیت هم خوبه اینجوری ها.